خودکشی بلوگر جوان تاجیک مدینه بسیوا. السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه نسیم تیجی. اگر ملال نشود در زیر ویدیو لایک گذارید و نوار را با دقت خوب تا آخر گوش کنید که چرا مدینه بسیوا میخواست خودش را به قتل برساند و سببش در چیست بر شما نقل کرده میدهم. بر همه ما و شما معلوم است که مدینه بسیوا در سامانه‌های اجتماعی با نام دین بسیوا مشهور است. البته با دختر تاجیک چنین کارها نمی‌زیبد. یعنی چی کار؟ مدینه جوان 21 ساله با این سن و سال جوان خود نگاه نکرده در سامانه‌های اجتماعی خیلی مشهور شد. یعنی در تیک تاک زیاده از 22 میلیون подписчик و در اینستاگرام باشد زیاده از 7 میلیون подписчик دارد. از این 2 سال پیش در سامانه‌های اجتماعی نوار پهن شد که مدینه بسیوا میگفت با جوانهای تاجیک را دشنا میکرد. سبب این بود که جوانهای تاجیک برای کاری کرده او را لطوکوب کرده باشند. با گفته بعضی از اعضایان شبکه همین مدینه بسیوا روز 21 اپریل مدینه بسیوا پخش مستقیم کرده ایستاده است و در پس اکران یک پرده بود، اما از بین 5 دقیقه گذشت و هیچ صدای از مدینه بسیوا نبرآمد. تماشابینان خود نمیدانستند در پس اکران چی شده ایستاده است. ناگهان صدای مادر مدینه برآمده است که او را فریاد میکرده است. از بین همین طور 10 دقیقه گذشت، هیچ چیز شدنش را نمیدانست و ناگهان صدای برآمد او زنده است و پخش مستقیم قطع گردیده است. در خبرها میآید که مدینه بسیوا در حقیقت با جان خود قصد کرده است، اما عین حال زنده بوده است. سبب آن است که او را در سامانه‌هایش تاجیکان او را دشنا میکرده است و میگفتند که با دختر تاجیک این کارها نمیزیبد. البته درست است، زیرا وقتی داخل همین مدینه بسیوا میشویم داخل پروفیلش نوارهایی که او دارد و عکسهایی که دارد و البته با دختر تاجیک این عکسها نمیزیبد. فکر میکنم که مدینه بسیوا خود را دیگر تاجیک نمیشمارد، زیرا هر نوارهایی میکند با زبان روسی و با جوانهای روس چنین نوار میکند و فکر میکنم که الکی ملت خودش را هم شاید فراموش کرده باشد. خوب نگفتن ماند که دخترهای تاجیکی ما خیلی انصاف و ایمان و ناموسی قوی و ناموسی مستحکم دارند و خود را نمیخواهند که شرمنده و شرمسار مردم کنند. البته هر کس با گروه اعمال خودش جواب میدهد، اما با دخترهای تاجیک این کارها نمیزیبد. از درگاه خداوند خواهان آن هستم که بگذار مدینه بسیوا را ایمانش را مستحکم گرداند و این کارهای او انتخاب کرده است بازگردد و ملت خود را تاجیک بودن خود را فراموش نکند. خدا یار و مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.